بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. همچنان صبا هستم. امیدوارم که ویدیو قبلی براتون مفید بوده باشه. داریم کم کم میریم تو اصل داستان که بتونیم تحلیل رو یاد بگیریم و بتونیم روی چارت کارامون رو انجام بدیم. اولین چیزهایی که نیاز داریم برای اینکه بدونید چارت به چه صورت اصلا هست، اون عکسایی که دارید میبینید، اون قرمز و سبزایی که به زبان عامیانه بخوام بهتون بگم میبینید چیه، به اونا میگن کندل. امروز قراره یاد بگیریم این کندل ها چجوری تشکیل میشن. یعنی بحث امروزمون کندل استیک ها هستن که در چه صورتی تشکیل میشن که خیلی مهمه. ما باید مفهومش رو یاد بگیریم. حالا چیزی که من خودم اعتقاد دارم اینه که نیازی نیستش که اسامی این کندلا رو بشینی حفظ بکنی. آقا این شوتینگ استاره، اون مرد مرده است، اون نمیدونم هنگینگ فلانه. اصلا اینا مهم نیست. من خودم بلد نیستم بچه، اصلا مهم نیست. فقط مهمه مفهوم اون کندلا رو اول بفهمی که اون کندل اصلا چرا تشکیل شده، چرا اونجوری تشکیل شده. بقیه‌اش همه رو متوجه میشی، مطمئن باش. و توی این ویدیو قراره اونو کامل یاد بگیریم، کم کم مفهوم چارت بیاد دستتون و بریم بعدش سر تحلیل هایی که میخوایم داشته باشیم. سریع بریم تو کارش. خب بچه، در ابتدای کار شما باید بدونید اجزای سازنده کندل چیه و اصلا کندله چجوری به وجود میاد. من خیلی ساده اول بیام اینو بهتون بگم. شما کندلی که میبینید یه دونه مستطیل میبینید و 2 تا خط که حالا به صورت متفاوت ازش بیرون اومده. در وهله اول بهتون توضیح بدم، به این مستطیله میگن بادی یا بدنه کندل و به این 2 تا خطی که بالا و پایینش میبینید بهش میگن شادو یا همون سایه کندل، که برای همه کندل ها این قضیه مشترکه، هیچ فرقی با هم ندارن. پس یکی شد بدنه کندل، این 2 تا شدن سایه های کندل که بهتون توضیح میدم مثلا اینا چجوری به وجود میاد. سعی بکنین مفهوم کندل الان متوجه بشین بچه‌ها، چون اصلا اسامیش واقعا مهم نیستش. الان که دارم بهتون ساختارشو میگم سعی بکنین فقط مفهومش رو متوجه بشین. بچه‌ها کندل به صورت کلی چجوری تشکیل میشه؟ هر کدوم از این کندل هایی که شما دارید میبینید به نوسان های قیمت در یک محدوده زمانی مشخص رو اون تغییراتی که میکنه تبدیل میشه به کندل. یعنی چی؟ یعنی بر فرض مثلا شما براتون اینجا کشیدم، ببینید مثلا شما 5 دقیقه تایمتونه. خب اصلا هیچی درباره کندل ولش کنید. الان اینجا میگم 5 دقیقه تایمتونه، از 0 شروع میشه تا آخر 5 دقیقه. توی این 5 دقیقه برای قیمت یه سری اتفاقاتی داره میفته که اگر نگاه بکنید اول از 300 اینجا قیمته، اینجا تایممونه، که ابتدا یعنی اولش که 5 دقیقه داره استارت میخوره قیمت ما رو $300 بر فرض مثال، رفته بالا شده 400، اومده پایین شده 250، بعد شده 300، رفته پایین اومده بالا، واسه خودش نوسان داشته تا اون 5 دقیقه تموم شده آخرین، و آخرین قیمتی که توی این 5 دقیقه داشته تقریبا $500. خب شما این نوسان‌های قیمت رو دارید به صورت کندل میبینید. خیلی هم راحته. چه شکلیه؟ هر کدوم از کندل‌ها اولا بهتون بگم یه محدوده زمانی دارن. این تایم فریمی که شما میشنوید میگن همه، یعنی اون تایمی که از اینجا قراره باز بشه و تا اینجا قراره بسته بشه چند دقیقه است. یعنی یه دونه کندل داره نوسان قیمتی چه تایمی رو نشون میده. مثلا اگر اینجا 5 دقیقه است و از این ما یه کندل الان در میاریم بهتون نشون میدم، این داره یه کندل رو نشون میده. خب این کندلش 5 دقیقه‌ایه. اگر اینجا 10 باشه 10 دقیقه‌ای هر کندل، اگر 15 باشه 15 دقیقه‌ایه. تایم فریم هم که شما بهتون میگن آقا تایم فریم 15 دقیقه، یعنی هر یک دونه از اون کندل ها چقدر طول کشیده که استارت بخوره و تموم بشه. یعنی اگر تایم فریم من مثلا 15 دقیقه است، یعنی هر یه دونه کندلی که من دارم میبینم روی چارت، باز شدن اون کندل و بسته شدنش، یعنی تایمی که از باز شدنش تا بسته شدنه، همون 15 دقیقه است. پس تایم فریم شد مدت زمانی که هر کندل داره نوسان رو بررسی میکنه. الان تایم فریم 10 دقیقه، 15 دقیقه، 1 دقیقه اگر باشه، یعنی هر یه دونه کندل داره تایم فریم 1 دقیقه نشون میده. یعنی داره نوسان توی 1 دقیقه رو بهتون نشون میده اون کندل. الان یه اجزای کلیشو اول بهتون بگم، بعد بیاین سراغ این.
ببینید هر کندل گفتیم یه سری سایه داره، یه دونه بادی یا بدنه داره. اینا چی رو به ما نشون میدن بچه ها؟ ببینید یه دونه کندل داریم، کندل سبز، یه دونه داریم کندل قرمز. نقطه‌ای که الان میخوام بهتون یاد بدم اینه: بالاترین قسمت شادو کندل بهش میگن های و این های نشون دهنده بالاترین قیمتیه که توی اون بازه زمانی تونسته برسه بهش، که الان توی اون چارت بهتون نشون میدم. پس های شد بالاترین قیمتی که میتونه اون ارز توی اون مدت زمانی به خودش ببینه و دیده. خب لو چی میشه؟ پایین ترین قیمتی که شما توی این شادو داری میبینی، پایین ترین قسمت این شادو رو بهش میگن لو. یعنی پایین ترین قیمتی که توی اون محدود بازه زمانی قیمت تونسته ببینه این لو ماه. این دوتا چیه بچه ها؟ وقتی که قیمت از اون بازه زمانی داره استارت میخوره، یعنی بازه زمانی ما 5 دقیقه بود، اینجا با هم باز کرده، اینجا با اولین قیمتیه که توی این بازه زمانی این ارز داره. خب به این اولین قیمته میگن اوپن کندل، یعنی از اینجا اون محدوده زمانی باز شده. کلوز میشه تایمی که داره بسته میشه، یعنی اون 5 دقیقه ما تموم شده و روی این قیمت داره بسته میشه. حالا کلوز هر جایی میتونه باشه، رو هر قیمتی که بسته شده کلوز ما هم همونجاست. نکته مهم: چرا یه دونه کندل سبز میشه، چرا یه کندل قرمز میشه؟ به خاطر اینه که توی کندل سبز قیمتی که باز شده پایین تر از قیمتی بوده که بسته شده، یعنی در اصل قیمت توی اون 5 دقیقه رشد داشته و توی قیمت بالاتری از قیمتی که استارت زده بسته شده که بهش میگن کلوز، یعنی کلوزش بالاتر از اوپنش بوده، پس این سبز میشه چون توی اون محدوده زمانی صعودی بوده قیمته. نزولی چجوری اتفاق میفته؟ یعنی کندل قرمز چیه؟ کندل قرمز های و لوش که مشخصه، یعنی های میشه بالاترین قیمتی که تو اون بازه زمانی دیده، لو میشه پایین ترین قیمتی که تو اون بازه زمانی دیده. اوپنش جایی که باز شده روی اون قیمتی که باز شده اینجا بوده، جایی که بسته شده پایین تر از اون قیمتی بوده که باز شده، یعنی انگار قیمتش پایین تر اومده، پس قرمزه. یعنی اینجا توی کندل های قرمز همیشه کلوز ما قیمتش پایین تر از اوپنه. یه نکته هم بهتون بگم بچه ها، توی کندل هایی که دارید میبینید قیمتی که من دارم الان بهتون میگم اینجا سمت راست براتون گذاشته، یعنی من میگم های این کندل مثلا چقدره، شما میای این ور روی چارت همین خط رو میکشی راست، 86,000 مثلا 367 بوده. اوپنش چند بوده؟ 85,877. یعنی الان من بخوام بهتون بگم این کندل به این صورت بوده که وقتی که مثلا الان تایم فریمون مثلا 5 دقیقه است، خب 5 دقیقه وقتی استارت خورده با قیمت 85,889 استارت خورده، حالا با این بالا پایینای خودش رو رفته دیده، بالاترین قیمتی که دیده توی اون بازه زمانی 86,343 بوده، پایین ترین قیمتی که دیده 84,117 بوده. رو چه قیمتی تموم شده اون بازه زمانی؟ روی این قیمت کلوزمون 85,084. پس این قسمت قیمت ها رو به شما نشون میده، اینجا هم تایمتون رو نشون میده. حالا چیزی که الان من دارم براتون میکشم روی صفحه تریدینگ ویو برای این هستش که متوجه بشین، یعنی تایم خودم الان براتون اینجا نوشتم که کامل متوجه شین. حالا اینی که کشیدم چیه بچه‌ها؟ کندل از روی این نوسان قیمتیه داره ایجاد میشه. نوسان قیمتیه یعنی چی؟ یعنی تایم فریم من الان 5 دقیقه است، هر یه دونه کندل من بازه زمانی 5 دقیقه رو داره به من نشون میده. استارت کندل که یعنی اوپن کندل، کلوز کندل، های و لو رو ما داریم و الان میخوام با هم کندل این 5 دقیقه رو برای هم رسم بکنیم. خب در ابتدای کار ما اوپنمون چه قیمتیه؟ ما با چه قیمتی باز شده این 5 دقیقه و محدودمون استارت خورده؟ با چه قیمتی بوده؟ $300 بوده. یعنی ما اینجا اولین چیزی که داریم اینجا اوپنمونه. خب کلوزمون کجا بوده؟ کلوزمون اگر دقت بکنید، یعنی اینجا من بذاریم براتون بنویسم، اینجا اوپن ما بوده بچه ها. خب
این خط اوپن ما بوده. کلوز ما کجا بوده؟ یعنی وقتی 5 دقیقه تموم شده کجا بسته شده؟ قیمت روی $500 بسته شده. من همینو اینجوری میاد عقب. اینجا کلوز ماه. اگر الان دقت بکنید از تایمی که باز شده تا تایمی که بسته شده قیمت بالاتر رفته دیگه. از $300 باز شده، موقعی که بسته شده قیمت توی اون بازه زمانی $500 بوده. یعنی اوپن من قیمتم پایین تر از کلوزمه. اوکی، پس اینجا میشه بدنه من که اوپن و کلوز دارم که اینم سبزه چون اوپن من پایین تر از کلوزمه و قیمتش بالاتر رفته. حالا هایولو رو چجوری مشخص میکنیم؟ هایولو میشه قیمتی بالاترین های، میشه بالاترین قیمتی که توی اون بازه زمانی خودش دیده که اینجا تقریبا 600 که این شادو یا همون سایه من میاد تا قیمت 600 و این سبز بودن بچه شادوها نسبت به بدن است. بدن سبز باشه شادو هم سبز، قرمز باشه اونم قرمز. پایین ترین قیمتی که به خودش دیده چند بوده اینجا توی این نمودار؟ 100 بوده. یعنی توی این بازه زمانی تا $100 هم حتی اومده پایین. نکته مهم بچه ها اینجاست که توی این قسمت شما الان کندلتون ساخته شده، یعنی این کندلی که شما میبینید نشون دهنده اینه بچه ها. مفهومش رو الان میخوام کامل درک بکنی، به خاطر اینکه یه سری تایما هست که ممکنه مثلا تو بازار میان اسامی خاصی بهت میگن، اینا اصلا به درد نمیخوره. اسامی شما لازم نیست بدونید، شما فقط لازمه ساخت و کار یه دونه کندل رو بدونید که چجوری اون کندل داره ساخته میشه. اوکی، الان اینجا کندلی که ما ساختیم این بوده، یعنی شما اینو میبینی این اتفاق افتاده براش. حالا یه نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها، چیزی که اتفاق میفته موقعی که کلوز انجام میشه و باز شدنش، کلوز برای ما خیلی مهمه. چرا؟ این بالا پایینی که میبینی قیمت رفته، اینجاها یه سری خریدار بودن، خرید که میکنی قیمت بالا میره، بفروشن قیمت پایین میاد دیگه. خب یعنی اگر مقدار خریدارها، کسایی که دارن خرید میکنن بیشتر از کسایی که دارن میفروشن باشه، قیمت بالا میره. نکته‌ای که وجود داره توی این 5 دقیقه این هی داره بالا پایین میره. همه قیمت ها هم شاید مثلا اینجا خریدارا زیاد شدن تا $600 هم رفته ها، ولی $600 فروختن اومده پایین، دوباره اینجا یه سری خریدن رفته بالا اومده پایین. درگیری بین خریدارها و فروشنده ها داره اتفاق میفته اینجا. برای همین کلوز ما، نقطه‌ای که توی این بازه زمانی تموم شده که $500 روی این قیمت وقتی تموم شده، محدود بازه زمانیمون، یعنی فروشنده و خریدار اینجا تقریبا به توافق رسیدن که آقا اینجا میصرفه که اینجا بس توی این قیمت میصرفه که بسته بشه. یعنی هر کندلی که شما داری میبینی کلوزها برات مهمه، بعداً بهت میگم چرا. فقط میخوام درک بکنی که اینا همه عرضه و تقاضاه و برای اینکه شما همچین چیزی رو روی چارت نبینی، یه دونه کندل داره بهت خیلی ساده نشون میده که این کندل دقیقاً نشون دهنده این رفتاره. بالاترین قیمتی که دیده توی این بازه زمانی، پایین ترین قیمتی که دیده توی این بازه زمانی و از کجا استارت خورده، اولین قیمتی که باش باز شده چی بوده، آخرین قیمتی که باش باز شده چی بوده، یعنی آخر توافق روی چه قیمتی اتفاق افتاده. ممکنه یه سری از کندل ها بچه‌ها سایه نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی بر فرض مثال این اومده بالا تا اینجا، برگشته پایین، این آخرش که میخواسته بسته بشه رو همین قیمت 600 بسته شده. اینجا به چه صورت الان؟ اینجا اینجوریه که من میگم اوکی اوپنم که همینه، پایین ترین قیمتی هم که دیده $100، اما بالاترین قیمتی که دیده $600 بسته هم شده رو همون $600. یعنی آخر بازه زمانی توافق رو همین $600 بوده. پس کلوز ما اینجا میاد رو همین $600. کلوز ما اینجا بوده، درسته؟ اینجوری میشه که شما یه سری کندل میبینید که این شکلیه، سایه به سمت بالا نداره، سایه به سمت پایین داره، یا برعکس 2 سایه به سمت بالا پایین داره، یا یه سایه به سمت بالا داره پایین نداره، بر اساس باز شدن و بسته شدن و هایولوییه که توی اون بازه زمانی داره تشکیل میشه. پس نکته کلی که الان توی این قضیه بخوام بهتون بگم اینه که شما کندله هایی که داری اینجا میبینی، اینجا تایم فریم شما رو نوشته. یعنی چی؟ یعنی داره میگه آقا الان در حال حاضر همه دونه دونه این کندلایی که داری میبینی بازه زمانی که شروع شده
تا تموم شده 15 دقیقه است. یعنی همین الان آخرین کندلی که داره بسته میشه بچه میبینید هنوز بازه این کندل و میتونید اینجا تایمش هم ببینید. اتفاقی که میفته چیه بچه ها؟ اینجا الان هر یه دونه کندل 15 دقیقه طول کشیده تا بسته بشه. یعنی قیمت داره بالا پایین میشه واسه خودش. پایین ترین قیمتی که تو این بازه زمانی شکل گرفته الان اینجا بوده فعلا. هنوز کندل بازه، هنوز بسته نشده که بخوایم ببینیم کجا کلوز داده، ولی بقیهشون الان دیگه بسته شدن. اونی که الان داره اتفاق میفته قاعدتا بسته نشده. پس هر یه دونه تایم فریمی که تو انتخاب میکنی، الان 1 دقیقه هم حتی اگر داری انتخاب میکنی بچه‌ها، این نگاه کن دونه دونه اینها باز شدن و بسته شدنشون 1 دقیقه طول کشیده. این پایینم براتون میذاره، یه راست کلیک اینجا بکنید کاونت داون تو بار کلوز رو بزنید تیکشو بهتون نشون میده. الان این کندل بسته شد، کندل بعدی باز شد. 1 دقیقه تایم داره که این نوسان خودش رو داره انجام میده. وقتی که اوپنش اینجاست الان، خب بالاتر بسته بشه سبزه، بیاد پایینتر بسته بشه قرمزه. ممکنه الان بیاد پایین تا این قیمت بچه دیدید اومد ولی نموند روش، این تبدیل به شادو شد. یعنی چی؟ یعنی داریم که تا این قیمت اومده، رد پای قیمتی رو اصطلاحاً بهش میگن شادو بچه، که الان 31 ثانیه دیگه مونده تا اون کندل بسته شو. حالا باید ببینید کجا کلوز میده. اینو تمرین بکنید. پس الان تایم فریم 1 دقیقه، همه اینا 1 دقیقه طول کشیده که بسته بشن. 5 دقیقه اینا همه 5 دقیقه طول کشیده. اینجا رو نگاه کنید الان 4 دقیقهش مونده. 5 دقیقه طول کشیده که هر کدوم از این کندلا باز بشن و بسته بشن. این مفهوم تایم فریم میشه. و نکته هم که بهتون گفتم برای کندل ها ساختارهاش به این صورته. حالا یه سری ها هستن میان میگن آره یه سری کندل داریم اینجا، مثلا به این میگن نمیدونم فلان، به اون میگن مرد آویزان، به این میگن شوتینگ استار، به اون میگن فلان. این اسامی رو ولش کن. مفهوم این کندل وقتی که اینو بهت الان میگم بعداً توضیح واضح بیشترشو بهت میدم. وقتی میبینی به یه سمتی شادو زیاده بچه‌ها، یعنی اینکه قیمت تا اونجا پیش رفته اما نتونسته نگه داره قیمت رو. فروشنده ها سریع فروختن، قیمت اومده پایین و تثبیت اینجا انجام شده، یعنی کلوزش اینجا بوده. این نشون دهنده اینه که این قیمت ها برای اون افرادی که داخل بازارن ارزنده نیست. حالا مثلا میگم بعدن اینا رو کامل بهتون توضیح میدم. این به این معنیه که آقا این قیمت هایی که اینجا بوده ارزنده نبوده، پایین تر بسته شده. این قیمت ها هنوز براش زوده اصطلاحاً، پایین تر بسته شده. حالا تو بیا اسامی خاص بذار براش، چیزای عجیب غریب بذار، بهش دردت نمیخوره. تنها چیزی که به دردتون میخوره همینه و اینکه ساختارش رو درک بکنید و اینکه اون شادوهایی که تشکیل میشه چرا تشکیل شده و مفهوم تایم فریم رو کامل درک بکنید که این تایم فریم هایی که دارم بهتون میگم هر کدومش دونه دونه محدوده هاییه که این کندل ها دارن. این میشه بحث کندل استیک. لازم نیست خودتون رو درگیر چیز خاصی بکنید. اون مدل هایی که برای ما مهم هست از کندل ها مثل این مدل قطعا بهتون گفته میشه این مدل. خب حالا یه چیزی فقط بهتون بگم، اینا رو تمرین بکنید. به کندل هایی که بدنه نسبتاً کوچیکی دارن و شادوهای بلندی دارن، این 2 تایی که به درد میخوره رو بهتون میگم. به اینا میگن دوجی. اینا رو تو چارت سعی کنید پیدا کنید. به اینا میگن دوجی. اینا مثلا اینجا اگه بخواید در نظر بگیرین، این کندل دوجیه، براتون علامت میذارم. این کندل دوجیه، اینی که اینجا داریم. بعد بخوام بهتون نشون بدم، این کندل دوجیه. کندل های دوجی رو چارتتون پیدا کنید، بعداً باش کار داریم، بهتونم میگم سر چی. یه دونم اینجا مثلا داریم. اینا رو سعی بکنید پیدا بکنید کندل های دوجی رو برای خودتون. یه تمرینه. نکته بعدی فقط توی این حواستون باشه، کندل های دوجی معمولاً نسبت سایه هاشون نسبت بدنشون خیلی بیشتره. حواستون به این باشه. و از 2 طرف هم سایه دارن، یعنی یه طرف سایه نیست، باید 2 طرفش باشه و سایه ها باید نسبت به بادی خیلی بیشتر باشن. یه نوع کندل دیگه هم هستش که ما خیلی به دردمون میخوره که بهش میگن کندل فول بادی. کندل فول بادی چیه؟ اینه که نسبت به سایه هایی که داره اون کندل بادی خیلی قوی داره. اینا کندل های قوی هستن. چرا؟ اینجا باز شده،
تا اینجا بالا رفته، همین جاها بسته شده، یعنی تقاضاش زیاد بوده، فشار زیاد بوده برای خرید. این کندل های قوی هستن، به اینا میگن کندل های فول بادی. حالا میتونه برعکسش هم باشه بچه، من سبز کشیدم، هر چیزی میتونه رنگ نزولی یا قرمز کندل نزولی هم باشه. کندل های فول بادی توی چارتتون پیدا بکنید، اونم تمرین بکنید، کار داریم باش. به اینا میگن فول بادی. اینا نسبت بدنشون به سایه هاشون خیلی بزرگتر، کندل های پرقدرتی هن اصطلاحاً، پس به اینا میگن فول بادی، به اینا میگن دوجی. من برات مثال بزنم، اینجا این الان یه دونه فول بادیه، این که بهت خط کشیدم الان، این فلش بذارم، فول بادیه. بعد این فول بادیه. بچه نگاه کنید، کندلو قویه، به شدت قویه اینا. این فول بادیه. نسبت های سایه هاتون این فول بادیه. نسبت به سایه هاتون حواستون باشه، بدنه های قوی اینا بهش میگن فول بادی. حتی اینجا این فول بادیه، این کندلتون، و اینجا این فول بادی. برای خودتون اینا رو دونه دونه بکشین که به چه صورت هست. روی چارت صرافیتون هم کار میکنه دیگه، همه چیزون هم آماده است. این میشه بحث کندل، چیزایی که تا الان نیاز داریم. سری اینا رو تمرین بکنید، حتما بریم ویدیوی بعدی. ولی اول اینا رو اگر یاد نگیری بعدا به مشکل میخوری، پس تمرینش رو حتما انجام بده. به هیچ عنوان نگو من یاد دارم فهمیدم تموم شد. باید بری پیاده بکنی، بری درگیری بشی، تو چارت ببینی تا متوجه شی که من به درس رو میدم کامل بگیریش. امیدوارم برات مفید بوده باشه. بریم سری ویدیو بعدی.